در یک دقیقه شما می توانین که یک حدیث، یک آیت، یک گپ خوب، یک مطالعه در هر بخشتان در مسلکتان می توانین در صفحات اجتماعیتان نشر کنید. یک کتاب خوب خواندین، یک عالم، یک نویسنده یک گپ خوب زده، امور نوشته میکنین، در صفحات اجتماعی نشر میکنین. یک مسلمان، یک انسان میایه از امو استفاده میکنه و زندگی از او تغییر میکنه از خاطر یک دقیقه تان. یعنی فکر کنین یک دقیقه مطالعه تان، نوشتنتان، چون احادیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند از ما برسانین، اگر یک آیت یک حرف هم باشه، یک حرف، یک آیت، خلاص بلغوا عنی ولو آیه، یک آیت است میرسانین. یک گپ خوبه یک عالم میگیرین، در صفحات اجتماعی تان نشر میکنین. یک مسلمان، یک برادر مسلمان، یک خواهر مسلمان میایه و او را میخوانه و در زندگی خود عمل میکنه. یعنی چرا ما باید قدر اجر و پاداش عظیم از دست بدیم؟ یک دقیقه زندگی است. فکر کنین که ما این راستی خود ساعتها را ضایع نمیکنیم، چون مسلمان هستیم. ما از دقیقه خود استفاده میکنیم. الله متعال ما را برای یک هدف بسیار عظیم و بزرگی خلق کرده که ما به خاطر از او هدف در دنیا هستیم و به خاطر از او هدف کار میکنیم و الله متعال در آخرت جنت نصیب ما میکنه. پس یک دقیقه تا ما میفهم ضایع نمیکنیم.